سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه و کنار خانواده. ما سلام عرض میکنم به همه عزیزای دل که ویدیو رو میبینن. انشالله که همیشه جور صحتمند باشین. دوستا در جریان هستین که ما در کشور نروژ آمدیم به خاطر چکر زدن و تعطیلات تابستان است دیگه آمدیم. امروز هم تقریبا روز چهارم است یا پنجم است. خیلی روزاست پیش ما گد خوردن. امروز پنجم است. خیلی خوش میگذره بر ما. دیگه امروز بخیر روان هستیم. کجا میریم شبیر جان؟ سمت سانت کمپینگ. یک منطقه دیگه است برای کمپینگ. اگر اشتباه تلفظ نکنیم اما سانت کمپینگ میشه. دیگه بخیر اونجا روان هستیم. از جایی که بودیم تقریبا چقدر طول میکشه تا اونجا برسیم؟ البته یک 2 ساعت طول میکشه چون راه واقعا خیلی راه خطرناکه دیگه. برف و کوه جاده کلا زیاد پیچی داره. کوه بلند است دیگه. تا از کوه بلند میریم یک مقدار طول میکشه دیگه. در جریان راه برتان ویدیو خاط گرفتیم، باز در ادامه ویدیو خاط دیدین دیگه. دوستا اگه ویدیو رو لایک نکردین حتما لایک کنین، نظراتتون در قسمت کامنت برام نوشته کنین. اگه کامنت انگلیسی باشه چی بهتر دیگه. ویدیو رو حتما لایک کنین، برای ما بسیار زیاد کمک میکنه تا ویدیوهای ما بیشتر وایرال شه. خب دیگه دوستا برین ادامه ویدیو رو ببینیم. بله بریم. خب در اینجا موتر استفاده کردیم دیگه. پایین شدیم ببینیم که اینجا چقدر یخ هست هوا. برای قسمت دیگه هم نشان بدم که چقدر برف داره. کجا میرین؟ کوهنورد میره برف. آها بله دیگه واسه روشن نشده ویدیو. چرا روشن ریکارد است؟ دوستان عزیز قسمی که میبینین وسط جولای است. سر کوه هنوز برف خیلی زیاد مانده ولی ما هم دیگه از اون ناگیرایشیم قدم پایی آمدیم دیگه. فکرتان باشه که اگر نروژ یخ است ما هم باز یختر از نروژ دیگه. بسیار دیگه سرد است. بسیار سرد است ها دوستان. کم کم باران میباره. سرکش واقعا خطرناکه. باز ما عکس از صفحه جی پی اس گرفتم و رو میتونیم در سر بلاک بزنیم ببینیم که چی رقم سرکایه. خیلی که برف خیلی زیاده بالاست. موتور ما اتومات دادم یک گیر دیگه. یک گیر خودش بدل نمیده دیگه. اونم یک دانه دادم کلی مسیر راه در یک گیر آمده. الله یعنی برف همینجا هم هستش هیچ زیاد. مثلا تابستان است اینجا. دیگه وسط جولای است دیگه. وسط جولای و قدر یخ. وسط یولی. زمستان اینجا چی خواهد شود؟ زمستان دیگه این بسته ای راه دیگه. فقط اگه خرسای قطبی در اینجا زندگی کنه دیگه از آدمی ذات خلاص است. دیگه هوا یخ شد بریم کم کم داخل موتر. بریم و بخیر در راه ادامه بدیم و کم کم بریم پیش تا آدم. یا باز میخواین برین برف بخورین؟ نه برف نمیخوریم یخ هست. نه هوا خیلی یخ است. بریم داخل موتر. وسط مواظب باشین تونل. سنگام خیلی چیزه مواظب باش. دوستان میبینین در این قسمت هوا 4 درجه است. هوا یک مقدار یخ است و هنوز یخ روی عوام آب نشده. جایش بسیار زیاد مقبول معلوم میشه. بالاخره رسیدیم در سانت کمپینگ. از طرفم براتون یکم ویدیو بگیرم ببینید چی رقم است. اینجا رو وقتی سعی کردیم گفته بود که هوا خوب است دیگه. همون تا وقتی که اینجا رسیدیم دیدیم که نه، اینجا هم گفته که بارانی است دیگه. ببینیم که چی رقم میشه.
چون همه وسایل ما تر شده بازم دوباره میخوایم داخل موتر خو کنیم. فقط موترها رو میاریم اینجا پارک میکنیم، خیمه رو باز میکنیم، وسایل رو داخلش میندازیم دیگه مجبور که داخل موتر دوباره بخوابیم. اگه اشتباه نکنم وقتی که داخل کشتی آمده بودیم فکر کنم با کشتی قسمت ها رو گشته بودیم یا شاید هم این قسمت ها نبودم، من رقم فکر میکنم. اما جایش خوب است، منتها یک مقدار یخ است. کمپینگش هم خیلی کلان نیست دیگه، متوسط است. بله دیگه دوستای عزیز رسیدیم به سنده کمپینگ. والا اینجا جایش بسیار خوبه از خاطر دوش و دیگهش هم مفته. دیگه جای پولی بود دیگه، اینجا کارت میده، کارت دخولی که دروازه همه چیزاش دیگه رایگان میشه. مثلا اینجا جایش خوب است به نظرتان یا او جای قبلی که بودیم؟ او جای دیدنیش خوب بود ولی اینجا خوب گرم‌تره. یک ذره پیش بیا که اینجا یک مقدار نسبت به اونجا گرم‌تره. اینجا بیشترم جای آوازی زیاده دیگه. آدم اگه بخوای آوازی کنارش هم گرم معلوم میشه به نظر. منتها که زیه او بره دیگه پس بر نمیگرده. ولی گرم‌تره نه؟ خودتان هم ایکس کردید. نسبت به اونجا گرم‌تر است. هوا هرچند ابری است ولی خوب است نسبت به اونجا گرم‌تر است. دیگه از این بابا داخل خیمه خونیم، داخل موترها خونیم، خیمه مواتای غذایی رو داخل خیمه میلیم، هوا رو داخل موتر میم. به خاطر که خیمه زیاد عرق منه تر میشه، لیافا و کل چیزا تر میشه دیگه. یعنی جای کار گرفتیم دیگه. دیگه این شبیرم که رسید. بسیار شبیه، بسیار جای دیپ شد. به به داره. خب دیگه آمدیم. فعلا قسمت آشپزخانه‌اش هست درست؟ آشپزخانه و سالن غذاخوریش هست. اینجا لباسشوییش هست. اینجا یه چیزا خوب است، دسترس است. دو قبلی که رفتیم مقدر دیگه جالب نبود. آشپزخانه‌اش بسیار مجهز است. اوه واو. نه اینجا آشپزخانه‌اش خیلی خوب است. جای چارجگاه چیزا داره یا نه؟ اینو بگوی. خیلی مهم است. نه اینجا آشپزخانه‌اش واقعا خیلی خوب است. او قبلی خیلی جالب نبود. دیگه جای شیشتن هم صحیح نداشت. جای چارجگر هم صحیح نداشت. اینجا خوب است. البته این شیشه نداره، یک ذره باد است، میتونه آدم داخل غذا بخوره. واقعا ویدیو خیلی خوبی داره، خیلی مقبول است. دوستا اگه من اینقدر در ویدیو خیلی میگم تقصیر ما نیست، ما تازه اینا رو میبینیم. از خاطر کلگیشون بر ما واو داره. دیگه تقصیر ما نیست. فکر کنم اونا رو میتونیم کراک کنیم. اونو زردار شاید بتونیم کراک کنیم. یک کشتی دوانی کنیم. بعدا البته در ریسپشنش موریم صحبت نیم. شاید کشتی های 4 نفره که اندالکی سونم زرد بتونیم کراک کنیم که 4 نفر 2 نفره. گوش دوی نظر میگم تا 4 نفری شو میگیریم اگه شد داخل دل و دریا میزنیم دیگه. بخیر اگه شد دیگه باز میریم یک چکر. آشپزا میخواین چی جور کنیم برای چاشت؟ چاشت غذاش کلا چیزه اسپسیاله. فرمه گوشت و برنج است که زحمتش غلام جان میکشه. آشپز چی آقا غلامه؟ بیت یک غذای خوبه کنم امروز که دم طول تاریخ کمپینگ نکرده باشیم دیگه. خیلی باحال. زورچر این هوا زیاد سرده، یک ذره روغن تمام کنیم که دوست عزیز بسیار دیگه شده. رو به علاوه میکنم. تنها ما چی نمیخوریم، لوبیا و تخم مرغ نمیخوریم. چیز نمیخوریم. برای اینکه واقعا جایش خیلی خوبه. هم آشپزخانه کلانه داره. خوبیش است که آشپزخانهش کلان است و دیگه پاک است. اما همینجا جایش شیشتن. جایش شیشتن هم داره. هم واتن کوکره رو مباشری بزنه اینجا. جوش. دوستان میبینید که ما اومدیم بیرون دیگه، حالا بخیر روان هستیم. دیگه حالا بخیر روان هستیم در بیرون. یک
جایی هست که تقریبا 5 دقیقه راه از خود کمپینگ ما، یک جای دیدن نیست. میریم اونجا هرچند دیگه باران هم شروع کنه، ولی خب بریم با ما باشید ببینید چطوری هست جاش. دوستان میخوایم الان بلیت بگیریم سوار از لیفترکاشیم بریم سر کوه، ولی خب فعلا منتظر هستیم که پرسنالش بریم ببینیم چه رقمی هست، چند میشه، چه رقمی هست. پیدا کردی؟ 2000 چند میشه خب 4 نفر رفت و برگشت شه. دیگه نمیدونم چقدر طول میشه رفت آمد چی باشه. یک پرسنال باید ما صحبت کنیم چی میگه. خب پرسنال باید صحبت کنیم ببینیم که اشتباه نگیریم که دفعه دیدی یک طرف بشه دیدی که رفت دیگه ایش پس نامدی اونجا شیشتی. قرار است داخل این لیفتا برم در سر از این کوه بلند شده. میخوام اصلا کوه معلوم میشه نمیشه؟ نه کوه خیلی بلند است. بلند کجا میخوای بری حالا تو؟ فرار تو کوه تا 5 دقیقه دیگه بخیر دیگه با مرگ زندگی باسنی میریم بالا دیگه. دفعه اول که ما سوار میشیم دفعه اول است که دیگه ارتفاع البته بالا میشیم. چطور پیش میرم. فقط ما 4 نفر هستیم؟ ما 4 نفر در بسته گرفتیم میره. خود از این بچه هم باید کسیم چی دیشه؟ راننده شیم. باش ما برم از این قسمت اینجا صدا شدم. چی دیگه که؟ اینجا باران زده سعی دیده نمیشه. دیگه رفتیم یک صلوات محمدی. از اون طرف سعی دیده نمیشه دیگه، از اون طرف میرم دیگه چون زوم میکنه روی قطرات باران سعی دیگه دیده نمیشه. ما معلومات هم صحیح نخوندیم. چرا گوشه هم قفل کرد؟ گوشه شما قفل کرد؟ نه گوشه هم قفل کرد چون که بالا بوده بخاطر اسکایلیفت هم خاصیت تیران رو داره بوده بگه گوشه را کار من چون بالا بوده بخاطر زدم کمره قلف کرد از ما چی دیدی؟ یک از ما واضح شدم ابرا پایان شده؟ بالا بریم شاید دیدن اصلا یا دید نداشته باشه خیلی بالا میره به سر کوه میره دیگه. میگن که چقدر ما بالا آمدیم؟ بار خوریم این مثل نوریش برای نمی کار دیگه اینا دیگه قبل اینجا رسید فعلا در وسط ابرا هست از خاطر پایین هم سعی دیده نمیشه. این طرف باز واضح تر دیده میشه که چقدر کشید مایده همه جای چیز شد ابرا هست. سعی واضح دیده نمیشه که بگه شیشه باکنه شیشه یعنی یک دفعه خطا بود از پایین بوده دیگه خط از اینجا به درستی میتونه کل شهر رو ببینیم. پیش رفت با سرعتش پایین یک توی دیگه هم رفت سمت پایین. ما دیگه همین رقم بالا و بالا رفته رئیسیم. از اینجا کل شهر خوب دقیق فهمیده میشه. اون بالا رو بگیر بالا رو بگیر داره دیدی؟ پایین میره بالا آها بله گفتم اینا اساسا نه کارنوردی میره اینا کارنوردی میکنه. اینا کارنورد سویش Vi kommer från Sverige. Sverige? Helt med Utsche. Ja, så det är lite som förra. اینجا خیلی جای دیدنی مقبول داره. این چی هست؟ این یک جایی که مثلا آدم ها پایین ها نگاه کنه نفت این نقشه شه بعدش یک پایین هم یک جای دیگه هم دارم میرکن که از اونجا میتونی مکمل ازی شهر از اینا رو ویدیو بگیر اما نمیشه چون عبر زیاده کل جای عبر گرفته. اینجا بگیریم کوه دیگه دبر خیلی دوست اینا هم کوهنورد هستن؟ غلام هم قراره که برای اونجا کوهنوردی کنیم
ورزش زیاد کنم دیگه، آمادگی زیاد دارم. با چپ آماده تو یک آقا غلام آمده با این کفش ها میخوای کوهنوردی کنه. نه سر کو. من رایی بدم بازار کفش خریدن، کفش های دیگه انتخاب بکنم یک دفعه در مسیر رایی در چی میخورد باز. واسه تصمیم گرفتن که اینجا دیگه حالا فعلا با دمپایی آمدم دیگه. خب بریم پایین بریم دوستا را در جریان بگذاریم که چه چی جاییه؟ نه جوان که میره سخت اگه نبایدتان ترجمه میکنم که بگذارم. این جای دیده نمیشه از این قسمت. آمدیم که از بالا پایینم ببینیم، مگر متاسفانه قدر کل جای این غبار میگن دیگه یا ابرسی. از پایین سعی کنیم مثل ابر معلوم میشه. از ورزش‌های چیز هم داره با چتر که میپره. ایر سپورتس در انگلیش میشه، لوفت سپورت در نظر زبان خود ناراجی میشه. از این ها دیگه خودتون ببینید که میندازن خدا پایین، بعد از پایین دیگه خدا میدونه زنده میرسن نمیرسن. لباسای ما مناسب نیه. اگر من میخواستم میره یک امتحان کنم. کدام میخواستیم امتحان کنیم؟ بیا پایین نشان بده. آها میخوای. چیزا کا میتونی؟ ولی باید لباسای مناسب داشته باشه. اون دو پایین مره کمربندا رو بند منه اعلام نه. آها. میلا چی میره اون دو زاویه کو از اونجا باز پیاده باید پس برگرد. در این قسمت. یعنی دختر داره میخواد. نه از اون بالا مایه این طرف مایه. این طرف و سمت بالا نموره. این از اون بالا آماده. نه یک دونه بالاخره پایان آمدیم. جایتان خالی خیلی خوش گذشت. اینجا خیلی جای مقبولی داره. مقطع پیش برم. سلام مجدد دوستا. دیگه دیروز که در سنده کمپینگ بودیم، بعد از او حرکت کردیم امروز به سمت اوتا کمپینگ. تقریبا فاصله 3 ساعت و 10 دقیقه را بود فکر کنم. ما دیگه بخیر اینا امروز پیشین روز اینجا رسیدیم. دیگه یک شب میخوایم در اینجا کمپینگ کنیم دیگه. که از فامیلای ما بخیر میایم شب دیگه، اونام اینجا میاد با ما شب اینجا هستیم. باز منتظر از اونها فعلا دیگه، باز بعدا کش میدیم فردا به سمت اسلو دیگه. امشب اینجا هستیم در اوتا کمپینگ دیگه. شما با ما باشین. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. همونطوری که غلام جان گفت دیگه امشب آمدیم اینجاییم. واسه همراه ما باشین و بیننده باشین ببینید ما چیکار میکنیم. منتظر دو تا فامیلای دیگه هم هستیم. اونا ان شاء الله بازترین وقت میرسه. بله دیگه بسیار ویدیوهای خوب داریم براتون از این روزهای کمپینگ. نشر من دیگه پشت دیگه. شاید روز یک ویدیو بیای اگر اینترنت خوب بود آپلود تنیستین دیگه، روز یک ویدیو براتون آپلود میدیم دیگه. شما دیگه لایک و سابسکرایب کنین دیگه. ما هم ویدیوهای بسیار لطف براتون میمونیم دیگه. بله با ما باشید. سلام مجدد دوستان. میمانای ما بخیر رسیدن. تقریبا یک ساعت نیم ساعت میشه که اونا آمدن دیگه. با هم 6 تایم چای خوردیم، قصه کردیم. حال دیگه تصمیم گرفتن که با هم دیگه برای امشب ماهی آماده کنن دیگه. بریم ببینیم که چیکار میکنن چیکار نمیکنن. گفتن که بیایم نزدیکتر آب بشینیم. من تا نمیفهمم که تصمیم داد در کجای ازی بشینیم. دستر سنگا میخواین بشینیم؟ نه کنم اینجا میتونیم، فقط باید بریم غذا رو درست کنیم. یک کمک نزدیکتر بیا. اینجا باید بریم غذا رو درست کنیم. خب چون نورده یه رقم هست که جای همون که آتش بارنی زیاد نداره. بعد بود من از دمسایه اذیت میشه. نفرای داروبات با هم مجبور معمول گریل کنیم جور کنیم غذا رو. بعد پس بریم پیش خیمه همونجا غذا بخوریم. فقط درست کنیم. قرار بود که باید میلی نان بشیم بخوریم دیگه. البته خوش می‌کنه، خیلی سنگ زیاده نمیتونیم. آها بسیار خوب. دیگه فکر نکنیم اینجا جای شیشتن هم نیست، کل جای سنگ است. بهتر است که برگردیم به جای قبلی ما.
دوستان عزیز دیگه آمادگی ماهی سر تپخه داریم. تپخه در زبان نظارگی میشه، تاوه در زبان دیگه مردم میشه دیگه. ماهی و مرغ و از چیزهای دیگه میشه آمادگی خاص داریم دیگه. همین لب دریا و همین غذای دریایی دیگه میچسبه دیگه واقعا. بلند دیگه البته پکه یادم رفته موتر دور یک ذره خیلی کاغذ میزنیم تو. نه اینجا مشکلی نداره. ولی بسیار خوب کارآمد کرده. خب بله دیگه. پس امروز غذا کلا اسپسیالیه دیگه. بله غذای دریایی جور. دریایی. بس چه بله دوستان عزیز، اینجا که آقا داوود شما فرایی درست میکنه. سلام آقا داوود، چطوری؟ خوبی؟ سلامت خوبی جاجوجوره. خوش آمدید دنارش. تشکر، سلامت باشی. ببخشید شما هم در زحمت شدین دیگه. واقعا در زحمت هستم، بسیار خوشحال شدیم که همدن فهمیدیم ما متاسفانه گوشت گوسفند کسته فهمید کمیاب شده با خاطر جنگ اوکراین. یه ولی گوشت مرغ کسته شکرای جان. دست تا در لکه خیلی ممنون. مایام در ورق پیچ شده. مایام در ورق پیچ شده که موقع 3 روز پیش دریا گرفتیم. تازه دیگه. یه همچه ماهیات. کرایی مرغ جور نمیتون بعضی وقت شاید ماهی نخرست. اونا مرغ بخورن. ما که کل ما ماهی خوریم دیگه. دیگه نخ ماهی عادی داخل در داخل کلان ماهیه. رومی های کرایی را آماده منم. خوب غلام کارگر ده همه جا. ما دیگه داشتازی دیگه کمون شده دیگه. پکلایی. کلش رضایت میابان میاد داشتن. ناب میشه نه؟ این آتیش تمام. نه سمیمو چیزه نازوک او بسان کنه دیگه دور میشه. این طرف کشون گرم میزنم. یک طرفه نه به خاطر دیگه سخته. افغان تکت چیکو تو فقط نه چون آتیش ضعیفه زود نرم شه میگه. وان نفر آورده. تو الله بشک تاس غلام چیکار کنی تو پوفنی؟ باشه یک ذره چوب بیشتیم که آتیش تیز شه و که زود پخته شه. چالای وطنی میزنی. غلام علی بعد هم کسی تو خیلی طرف نه بغل خاموش که داد مرا چوب باره مشکلی ها. انا کلی چوب پیدا شد. نه بالا سعی چی آتیش بال کنم بعد کلی کامو کنم. واه غلام جان مرغ دیگه تقریبا آماده دیگه. همین که بسیار دیگه میشه ردیف با مزه باش. مزه کنه بسیار داغه دیگه. مزه کن. وای چی مزه. واقعا هم رنگ روخش هم دیگه بیخی اصلا حرف نداره. دستتان درد نکنه واقعا دیگه میشه و بیخی دیگه میشه. بعد یک هفته بالاخره غذای درست خورده. خیلی زیاد لوبیا و نخود و چیزا خورده ما. تخم مرغ. دیگه مثلا. خب دوستان عزیز این دفعه میتونم نوبت ماهی داشته اینجا. تایی آماده شد. کباب ماهی بزنیم این طرف هم که دیگه کرایش کلن هم تا آماده و برنج و بعدش هم از این کن ویدیو میگرم و چک باه این دیگه هر کی دیگه زیرش باید هم تا هر چقدر خواست در اندازه خود بگیره دیگه برداره و سرخه ها دیگه برنج هم سرخه و کرایی هم کلن سرخه باید خیلی مواظب باشه
امروز واقعا دیگه غذای بعد از یک هفته امروز دیگه ببینید کباب میده تعجب نکنه یک دفعه ما دیگه ایران بگه لوبیا چی شد بعد یک هفته لوبیا خوردن امروز یک کرایی و برنج بودم. جور شد دیگه غلام وقت خوردن ها؟ بله دیگه زمانی تو در هر جای آشپز هست یک آشپز هم نیست شاگرد آشپزی تو باش کم کم پرتون تو ما زیاد نموختن باز یک پاپی اندیگی به به چی یک کرایی و چی برنجی یکی دیگه خدایش نمیدونم